سلام دوستان خوبم. میخوام باهاتون راجع به یه موضوع فوق‌العاده مهم ولی کمتر صحبت شده حرف بزنم. موضوعی که شاید هر روز تو ذهن همه ما وجود داشته باشه، اما خیلی ها نکات دقیقش رو نمیدونن و میتونه سلامت ما رو تحت تأثیر قرار بده. مخصوصا وقتی سنمون بالاتر میره. موضوع امروز گردوه. همون گردویی که همه شنیدیم برای مغز خوبه. حافظه رو تقویت میکنه. قلب رو سالم نگه میداره. و حتی خیلی جاها هم گفتن که برای پوست و مو بهتره. همه این حرفا درسته. و واقعا گردو یکی از مغزهای فوق‌العاده سالمه. اما نکته‌ای که کمتر کسی بهش اشاره کرده اینه که گردو وقتی اشتباه مصرف بشه یا شرایطش رعایت نشه میتونه اثر معکوس داشته باشه. پس هدف این گفتگو اینه که همونطوری که یه کتاب علمی ولی جذاب و میخونیم همه چیز رو براتون توضیح بدم و بدونید که چطوری میتونید از این ابرغذا استفاده کنید و آسیب نبینید. میخوای بدونی چرا؟ چون سالمندا، کسایی که بالای 60 سال هستن، بیشتر در معرض مشکلات ناشی از مصرف اشتباه گردو قرار میگیرند. بدن ما وقتی سنش بالا میره، آنزیم‌های گوارشی کندتر عمل میکنن. کبد و کلیه حساس تر میشن و تخلیه معده آهسته تر صورت میگیره. یعنی حتی یه غذای سالم ممکنه اگه درست استفاده نشه نتیجه معکوس بده. حالا بذار با هم بررسی کنیم. گردو واقعاً چیه و چرا انقدر مفیده؟ گردو فقط یه مغز ساده نیست. ترکیبات فوق‌العاده‌ای داره که اون رو به یه ابرغذا تبدیل کرده. گردو پر از اسیدهای چرب امگا 3 گیاهیه که برای مغز و قلب عالیه. پر از پلیفونل و آنتی اکسیدانه که با رادیکال‌های آزاد مقابله میکنه و التهاب رو کاهش میده. پر از فیبرهای محلول و نامحلول که به سلامت روده و هضمش کمک میکنه و سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی مثل منیزیم، فسفر و مس که برای استخوان و سیستم عصبی اهمیت زیادی داره. مطالعات علمی نشون دادن که مصرف منظم گردو میتونه کلسترول رو کاهش بده، عملکرد عروق رو بهبود ببخشه، حتی عملکرد شناختی و حافظه سالمندا رو هم تقویت کنه و حتی در برخی از موارد التهاب‌های مزمن خفیف که مرتبط با سن هست رو کاهش بده. البته باید بدونیم این نتایج وقتی دیده میشه که گردو به مقدار مناسب و زمانبندی درست مصرف بشه. یعنی اگه زیاد بخوری یا زمان نامناسب مصرف کنی اثراتش کم یا حتی معکوس میشه. یکی از رایج‌ترین اشتباهاتی که سالمندا انجام میدن اینه که فکر میکنن چون گردو سالمه میتونن هر چقدر که دوست دارن بخورن و نتیجه بهتر بگیرن. اما واقعیت اینه که فقط یک مشت گردو در روز حدود 30 گرم کافیه. هر 30 گرم گردو حدود 180 تا 200 کالری داره و چربی رو بالا میبره. اگه بیش از حد بخوری ممکنه باعث افزایش وزن پنهان، فشار خون و حتی دیابت بشه. مطالعات تغذیه سالمندان تأکید کردند که زیاده روی تو مصرف گردو نه تنها خوب نیست بلکه میتونه مشکلات جدی ایجاد کنه.
اشتباه دوم اینه که گردو در زمان نامناسب مصرف بشه. مثلا ناشتا یا شب قبل خواب. بدن سالمندا وقتی گردو رو روی معده خالی میبینه هضم سنگینی رو به همراه داره و عملکرد معده رو کند میکنه و باعث میشه نفخ، رفلاکس یا حتی بیخوابی رو به همراه بیاره. بهترین روش مصرف گردو اینه که همراه وعده‌های غذایی یا کمی بعد از غذا خورده بشه تا جذبش بهتر شه و مشکلات گوارشی ایجاد نکنه. اشتباه سومی که وجود داره نگهداری نادرست گردوه. خیلی ها گردو رو برای مدت طولانی بیرون از یخچال یا در ظرف باز نگهداری میکنن. روغن گردو خیلی سریع اکسید میشه و وقتی این اتفاق بیفته ترکیبات مفیدش از بین میره و حتی میتونه التهاب ایجاد کنه یا به کبد شما فشار بیاره. پس گردو رو همیشه در ظرف دربسته و ترجیحاً در یخچال نگهداری کنید و قبل مصرف تاریخ اون رو بررسی کنید. اشتباه چهارم، نادیده گرفتن تداخلات دارویی. سالمندا معمولاً داروهای متعددی مصرف میکنن و گردو میتونه جذب برخی از داروها مثل ضد انعقاد یا آهن رو مختل کنه یا با داروهای خاص تداخل ایجاد کنه. پس بهترین کار اینه که قبل از مصرف گردو با پزشک مشورت کنید و زمان مصرف گردو و دارو رو با فاصله مناسب تنظیم کنید. اشتباه پنجم اینه که بعضی‌ها فکر میکنن فقط با خوردن گردو سالم میمونن و دیگه نیازی به رژیم‌های متعادل یا سبک زندگی سالم نیست. هیچ ماده غذایی به تنهایی نمیتونه سلامت کامل رو تضمین کنه. گردو تنها یک قطعه از پازل سلامت ماست. باید با سبزیجات، میوه‌ها، پروتئین‌ها و سبک زندگی سالم ترکیب بشه تا اثر واقعی خودش رو نشون بده. حالا که همه این نکات رو بررسی کردیم بهتره که جمع‌بندی هم داشته باشیم. گردو فواید زیادی داره اما مصرف اشتباهش میتونه مشکلات گوارشی، افزایش وزن یا تداخل دارویی ایجاد کنه. مصرف درستش یعنی مقدار مناسب، همراه غذا، نگهداری صحیح و هماهنگی با داروهاست. توازن هوشمندی در مصرف گردو کلید بهره‌مندی از فوایدشه. بهتون قول میدم اگه این نکات رو رعایت کنید گردو واقعاً میتونه بخشی از زندگی سالم و سرشار از انرژی رو به شماها هدیه بده. فقط کافیه باهوشانه و آگاهانه مصرف کنید. از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودید و با نگاه‌های زیباتون ما رو همراهی کردین سپاسگزارم. کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید و توی کامنت ها از تجربیاتتون با ما به اشتراک بذارین. سلامتیمون رو زندگی کنیم، نه فقط آرزو.